میدونستی کانال سوئز کاملا بسته شده؟ 23 مارس 2021 کشتی کانتینر بر غول‌پیکر اورگیون شلوغ‌ترین آبراهای تجارت جهانی را 6 روز کامل بست. این کشتی 400 متری ژاپنی که از مالزی به هلند میرفت و بیش از 18,000 کانتینر داشت، وقتی وارد کانال سوئز میشه بر اثر باد شدید و خطای احتمالی انسانی منحرف میشه و تو کنارهای کم‌نوع گیر میکنه. این کانال رو کاملا مسدود میکنه. چون بیش از 10% تجارت جهانی از این کانال میگذره، عواقبش سریع گسترده میشه و تجارت جهانی مختل. 400 تا کشتی تو ترافیک گیر میکنن که همه چیز از مواد نفتی و الکترونیکی گرفته تا دام زنده حمل میکردن. بعضیاشون به لجبار هزاران کیلومتر برای دور زدن دماغای امید نیک رفتن و هر روز مسدودی کانال 10 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد جهانی زد. نهایتا در عصر 29 مارس 2021 پس از 6 روز دراماتیک عملیات طاقت فرسا با یدککش و لایرو با بیل مکانیکی کشتی آزاد شده. قبلش به دنیا فهموند که چقدر شکننده است و وابسته به نقاط باریک و گلوگاهیه. با ما همراه باشید.